طالبان تا هنوز یک قدم برای ای که جامعه جهانی به رسمیتشان بشناسه اینا نبرداشتن. یک کار مهم اینا کردن، ما بار گفتیم که یک خانه تکانی صورت گرفت. فساد پیشگان، رشوه‌خورا، قطاع الطریقا را و کسایی که بسیار خیشی و قومی و سمتی میکردن امونا را از قدرت راندن. بسیار کار با ارزش کردن و این قابل قدر است. اما بعد از او کاری که باید برای رفاه جامعه میکردن، برای قناعت مردم میکردن، برای وحدت ملی میکردن، برای تفاهم ملی میکردن، برای همکاری بین الافغانی میکردن و افغانا را یک فراخوان عمومی میدادن که به افغانستان بر بگردیم و فضا را هم ایدئال میساختن، هیچ کار نکردن. به نظریات و پیشنهادات جامعه جهانی گوش میکردن. جامعه جهانی هم از اینا بسیار گپای کلان و گپای بسیار بزرگ نخواستن. حقوق بشر رعایت بکنید. خیلی دولتی که حقوق بشر رعایت نمیکنه او دولت نیست. نظریات، پیشنهادات و انتقادات مردم را گوش بکنید. حقوق زنان را احترام بگذارین. دولتی که در قرن 21 حقوق زنان را احترام نکنه او دولت نیست. جامعه جهانی سر ایجاد یک حکومت همشمول تاکید میکنم. به نظر شما تعریف جامعه جهانی از ایجاد حکومت همشمول چیست؟ مثلا آیا با آوردن آقای عطا محمد نور یا آقای دوستم شامل ساختنشان در حکومت، این به نظر شما ایجاد یک حکومت همشمول هست؟ با هیچ وجه. بیاین صادقانه گپ بزنیم. مگه انتقاد میکنیم طالبه، همون برادرها را هم انتقاد کنیم. مگه همونا آدمای خوب میبدن همین طالب از کجا پیدا شد؟ عامل پیدایش طالب، عامل گسترش طالب، عامل پیروزی طالب همین برادرها. ما بار برشان گفتم که خدا اصلاح کنیم، ولی اینا آماده اصلاح خود نشدن. رقابت داشتن در موتر خریدن، رقابت داشتن در خانه جور کردن، رقابت داشتن در زن گرفتن، رقابت داشتن در زندگی فیشن و درشن. در فکر مردم خود نبودن. هیچ وقت ازبک برای ازبک خدمت نکرد، تاجیک برای تاجیک خدمت نکرد، هزاره برای هزاره خدمت نکرد، پشتون برای پشتون خدمت نکرد. در حالی که بار اینا چپن قومی را هم برتن کردن که ما نمایندگان هزاره ها، نمایندگان تاجیک ها، پشتون ها، ازبک هاستیم. ما به هیچ وجه حکومت مشارکتی را در وجود این چند نفر افراد فاسد نمی بینم و این برای مردم افغانستان قناعت بخش نیست. و یک چیز رو خدمت شما عرض بکنم، تحت الرجال هم نیست. بسیار افغانای پاک ما داریم در داخل کشور، افغانای پاک داریم در بیرون کشور که دسته هایشان با خون مردم آلوده نیست، کدام جرمی را، جنایتی را مرتکب نشنن. گزارش های در مورد یک نشست چون لوی جرگه شنیده میشه. به نظر شما ایجاد یک لوی جرگه یا شکل دادن یک لوی جرگه چقدر مؤثر واقع خواهد شد و آیا میتونه که برای طالبان مشروعیت ببخشن؟ بله، طالبان در جستجوی مشروعیت هستند و آقای حامد کرزی هم چندین بار گفت که راه مشروعیت طالبان تدویر لوی جرگه است و اینا گرچه در آغاز لوی جرگه را رد کردن، گفتن این لوی جرگه یک ساختار سنتی عنعنوی و ارتجاعی است. ما مسلمان هستیم، شورای اهل و حل و عقد میتونه مشکل کشا و گره کشا باشه. ولی من فکر میکنم که در نتیجه تفاهماتی که بین این برادرها و یک تعداد دیگه صورت گرفت، آماده شدن که لوی جرگه را دعوت کنن. اما ما براتون بگم که ما در چندین لوی جرگه بودیم. این لوی جرگه ها ساختگی، این لوی جرگه ها، ما خب با همون لوی جرگایی که سابق شده در وقت احمدشاه عبدالی و امان الله با او احترام دارم. همین لوی جرگایی که در این اواخر صورت گرفته قطعا یک چیزای بسیار دروغ، چیزای بسیار ساختگی، همه چیز در دست حکام است. امو رئیس جمهور است یا پادشاه است یا حاکم است، هر چی که خواست امو تو لوی جرگه را میگردانه.
دیگه فقط وظیفهشان چک چک کردن است و نان خوردن است و یک چپن یک لنگی گرفتن است که ما رفتیم در یک جرگه اشتراک کردیم. قطعا سر مسائل اساسی کشور بحث صورت نمیگیره.